کتاب شاهد خاطرات نماینده ساواک در آمریکا نوشته بود. یه بار کنار شاه بودیم، آمدن گفتن که یک معلم تبریزی هستی بد و بیرا میگه، ما هر چی شکنجهش میدیم فایده نداره. شاه گفتش که خب من مشکلتون رو حل میکنم. داستان این هستش که یک باغ وحشی بوده، کسی نمی آمده باغ وحش سر بزنه. این میگه رئیس باغ وحش گفت فردا میخوام یک الاغ زنده رو بندازیم جلو شیر بخوره. مردم هزاران نفر آمدن تو صف که این صحنه رو ببینن. شاه که این رو شنید گفت خب منم که تو حیات کاخ اینا شیر دارم، یه بار یک الاغی رو بندازید ببینم. اینو انداختن و شاه دید و خیلی خوشش اومد. یه روز اومدن گفتن معلم تبریزی اینجوریه. گفت کاری نداره، به جای الاغ رو بندازین جلوی شیر. و میگه ما آوردیمش از بالای قفس انداختیمش تو، در عرض چشم برهم زدنی خورد. به همین راحتی. اینو که ما که نگفتیم. متن کتاب انگلیسیش رو من اونجا آوردم، اما کسی نمیشنوه، کسی نمیدونه. تو کتاب رکوردهای گینس وحشتناکترین برف و بوران تاریخ بوران سال 1350 ایرانه که 200 روستا دفن شد، هزاران نفر هیچ وقت پیدا نشدن.